در ناحیه شهر توس طبق نقشه‌چوربینی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی دهه‌های دوستی و استقلال با آب تازه نوشاکی تامین کرده می‌شوند. مورد ذکر است که قبلا ساکنان این دو دهه با آب تازه نوشاکی دسترسی نداشتند و از این اقدام خوشحال گردیدند. گزارش خدادادی رجب و اسکندر سعید. از روی نقشه کارهای آبادانی و فراهمسازی شرایط‌های ارزنده روزگار در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ساکنان دهه‌های دوستی و استقلال جماعت دهات خدای‌نظر خولماتوی ناحیه شهر توس با آب نوشاکی تامین گردیدند. اقدام مذکور با دستگیری شریکان رشد و برنامه بین‌المللی همسایه‌های نگ راه اندازی گردیده، کارهای ساختمانی، کندن جویبارها برای خواباندن قبارهای آبگذر و دیگر عملهای مربوط به انشاءات مذکور پورا توسط سهامگذاری ساکنان محل انجام داده شده است. سالهای طولانی از آب نوشاکی تنقیسی می‌کشیدند. امروزها باعث افتخار و خرسندی هر یک مردمی همین دهه و ناحیه است که با یک افتخار بلند امروز از همین دستگیری‌های به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان منتدار هستند. خط آب نوشاکی با نظرداشت جایگیرشوی موضع بنیاد از شخوری 62 متر و مسافت 2400 متر کشانیده شده است. از نقطه اساسی تقسیمات آب در اطراف آن همه کوچه و راسته‌ها و دیگر نقطه‌های مساعد خط آبی از جهت طبیعی تازه کشانیده شده برای گرفتن آب مساعد گردانیده شده است. ساکنان محل نیز از اقدام بشردوستانه اظهار سپاس و منتداری می‌نمایند. عرض سپاس می‌کنیم که حکومت جمهوری تاجیکستان چنین اقدام‌های نیک را پیشه میکنند و نیکی اهالی وطن عزیزمون روز تا روز افزوده ایستاده است. من قریب که قید کنیم در همون 30 سال آخر تاجیکستان عزیز ما 300 ساله ها رشد کرده ایستاده است. ضمن مورد استفاده قرار دادن خط نو آب نوشاکی، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، شریکان رشد و ساکنان محل اشتراک نموده عملگیری این اقدام را برای بهگردانیدن سطح روزگار اهالی مهم و سری وقتی ارزیابی نمودند. طور مسئولین اطلاع دادند انشاءات مذکور در صورت احتیاط کرونا و ثمرناک استفاده بردن میتوان سالهای زیاد برای ساکنان این دو دهه خدمت نماید. همچنین رمز احترام و هوسمندی آن نفرانی که برای عملگیری برنامه تامین دهه‌های اهالی نشین احتیاج داشته با آب تازه نوشاکی سپاسنامه و دیگر تحفه‌های مقامات محلی تقدیم کرده شد. خدادادی رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار از ناحیه شهر توس.